I'll split the votes into two. Now I'll give the floor back to our guests, and then I'll come back to the next 8 or so speakers. من تصور میکنم که سرنوشت دموکراسی در ایران امروز گره خورده با سرنوشت صلح در جهان. اینطور نیست که مسئله حقوق بشر یک پرونده است، مسئله بمب اتم یک پرونده است. یک دیکتاتور، یک رژیم مستبد، یک اسلحه اتمی گرفته رو به دنیا و یک شلاق شکنجه گرفته رو به یک ملت. این دو پرونده نیست، این یک پرونده است. تا دیروز، تا 4 سال گذشته ما مردم ایران متهم بودیم که احمدی نژاد رو انتخاب کردیم. ما نشون دادیم که احمدی نژاد رو ما انتخاب نکردیم. شما در 4 سال گذشته فکر می‌کردید دنیا در مقابل ایرانه. امروز می‌بینید که دنیا در مقابل ایران نیست، در مقابل حکومت کودتاچیه احمدی نژاد و خامنه‌ای است. مردم ایران پشت دنیا باید پشت مردم ایران باشه. شما این دو تا پرونده رو تفکیک می‌کنید در حالی که اونها وقت می‌کنن اول ما رو سرکوب کنن و بعد بمب اتم رو به دنیا بگیرن. شما تصور میکنید صلح در عراق، صلح در افغانستان، صلح در لبنان رو کی به خطر انداخته؟ غیر از اینه که پول نفت ایران صرف تروریسم داره در گوشه گوشه دنیا به ویژه خاورمیانه میشه. اون چه که من از شما میخوام به عنوان یکی از مردم ایران که امروزه داریم کشته میشیم هم برای دموکراسی در ایران و هم برای صلح در جهان. شما فراموش نکنید 4 سال قبل وقتی خاتمی رئیس جمهور ما بود مدام صدای ما رو میشنیدید که ما میخوایم با دنیا گفتگو کنیم. چی شد که اون گفتگو یک دفعه چرخید به بمب اتم؟ شماها فکر میکنید حکومت ایران چگونه میخواد بقا پیدا کنه؟ مردم ایران دوستش ندارن و او میدونه. رابطه خوبی هم با دنیا نداره و او میدونه. در نتیجه ایران به دنبال بمب اتمه و شما رو داره بازی میده، داره زمان میخره از این کمیسیون به اون کمیسیون، از این 3 ماه به اون 3 ماه و هی وقت میخره. شما هم وقت میفروشید. من به شما قول میدم اگر امروز دموکراسی ایران سرکوب شه ظرف 1-2 سال بمب اتم رو به دنیاست و دست شما رفته بالا. همین امروز هم دیره، بیش از این تأخیر نکنیم. نکته دیگه اینه که شما چه میتونید بکنید؟ دولت ایران 30 سال باهوش شده. اونا الان بعد از این که همه رو کشتن و زندان کردن و شکنجه کردن دارن میگن منشأ این جنبش در خارجه. برای اینکه نکنه شما حمایت کنید از ما. اگر شما هم بگید ما کمک مردم ایران نکنیم برای اینکه متهم نشن مردم ایران که از خارج حمایت میشن، رژیم مستبد ایران به همه اون چه میخواسته رسیده. ما به عنوان 70 میلیون نفر بشر از شما 6 میلیارد بشر دنیا کمک میخوایم. بر سردر سازمان ملل شعر شاعر ایرانی زده شده: بنی آدم اعضای یکدیگرند، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. ما به عنوان 70 میلیون بشر از 6 میلیارد بشر دیگه کمک میخوایم، نه به عنوان یک دولت از یک دولت دیگه. ما فکر میکنیم اروپا میتواند حتی تحریم کند ایران رو، چون پول نفت ایران در 4 سال گذشته به کجا رفته؟ مگر غیر از اینه که در دوره خاتمی بودجه نفت ما هر چقدر بود در دوره احمدی نژاد 4 برابر ما درآمد نفتی داشتیم، اما تورم در ایران 2.5 برابر بیشتر شده. پول نفت ایران به مردم ایران نمیرسه. در معاملاتی که با روسیه داره هزینه میشه، حتی دریای شمال ایران داره به روسیه داده میشه برای اینکه پشتوانه پروژه اتمی احمدی نژاد باشه و صرف جنگ‌های افغانستان و عراق و لبنان و تروریسم در جاهای دیگه دنیا میشه. ما از شما میخوایم اول مینیمم
مینیمم احمدی نژاد به رسمیت شناخته نشه. این معلق بمونه این وضعیت. ما از دنیا میخوایم که اصرار کنن انتخابات باید دوباره زیر نظر سازمان ملل انجام شه. چرا احمدی نژاد اجازه نمیده ما مردم رو به خیابونها بریزیم تا نشون بدیم با تنمون، با تک تک بدنمون ما چند میلیون ایرانی هستیم که مخالف اوییم؟ ما اول میخوایم احمدی نژاد رو به رسمیت نشناسید، دوم میخوایم انتخابات دوباره تجدید شه، و سوم میخوایم از تمام اهرم‌هایی که شما برای حقوق بشر دارید استفاده کنید، جلوی زندان‌ها، شکنجه‌ها، اعتراف‌های زیر شکنجه رو بگیرید. اینها انقدر بیرحمن که از سعید حجاریان که بدنش لمسه و نمیتونه راه بره قرصش هم قطع کردن بردن زیر شکنجه. اینا حتی از مریض‌های ما نمیگذرن. غیر از اون تحریم نفتی، تعداد زیادی حتی با تحریم نفتی هم به عنوان آخرین راه حل موافقن. من به نظرم نه فقط اتحادیه اروپا، امروز همه دنیا بایستی که این خطر رو درک کنه. این سوال که میپرسید مردم ایران چرا برگشتن تو خونه، دیدید که اینها روز اول اجازه ندادن. 2 هفته پیش مردم بدون اجازه میلیون‌ها نفر آمدن در خیابون‌ها و اینا شروع به کشتار کردن. آقای موسوی از مردم خواست به خونه برگردن برای که کشته بیشتری داده نشه، اما همین آقای موسوی از مردم خواست که ما ادامه میدیم، ما جنبشمون رو به شیوه غیر خشونت آمیز ادامه میدیم. امروزه در ایران صحبت از روش‌های ماندلا و گاندی به وفور شنیده میشه. در نتیجه اون چه که در ماهای اخیر در ایران اتفاق افتاد به روشنی چند چیزه. یک، مردم ایران روح جمعیشون رو پیدا کردن. قبلا ایرانی‌ها به نتیجه 30 سال استبداد از هم جدا شده بودن و میترسیدن. در اثر این انتخابات و تظاهرات میلیونی مردم همدیگر رو پیدا کردن. از اون طرف حاکمیت ایران کاملا تیکه پاره شده، روحانیون 2 دسته شدن، حتی اعضای نظامی 2 دسته شدن. در درون سیستم میرید مجلسشون 2 شقه شده. در رده بالا حتی بین خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی اختلاف افتاده. اینجور نیست که اختلاف اونها جنبش رو ایجاد کرده، این جنبشه که در درون این سیستم اختلاف انداخته. غیر از اون پرستیژ حکومت استبداد در داخل ایران و در دنیا از بین رفته. نه در دنیا کسی اونها رو رئیس جمهور ما میدونن، نه در داخل. این مومنت مخصوصی است، این لحظه مخصوصی است که مردم ایران بعد از 30 سال بیدار شدن. نگذارید که این مردم سرکوب بشن. من خواهشم اینه که این یک چیزی رو نقل کنم با یکی از سخنگویان یکی از دولت‌ها که دوست ندارم اسمشو ببرم چون خصوصی به من گفت میدونید عاقبت ما دنیا با شما چه میکنیم؟ ما قلبمون با شما مردمه، چند تا اعلامیه حقوق بشر به نفع شما تصویب میکنیم ولی جیبمون با برنده شماست. ما رو برای نفتمون معامله نکنید. ما 70 میلیون مردمی هستیم که با فرهنگیم، با تاریخیم. ما مردم در خاورمیانه میتونیم اثر دموکراتیک داشته باشیم. شما اگر به ایران امروز کمک کنید میتونید از طریق دموکراسی در ایران تمام خاورمیانه رو متحول کنید و اگر ایران اتمی بشه و استبدادش ادامه پیدا کنه شما فقط با ایران روبرو نیستید، تمام خاورمیانه رو از دست میدید. Thank you.